بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مطففین شروع میشه. مطففین کم کننده ها را میگه. کسی که طول و ترازو میکنه و حق کسی را پورا نمیده یا را مطفف میگه. مطفف. این صورت هم موضوع مطففین بیان میکنه. البته تطفیف یا کمی کردن در تمام چیزا میه که تشریحش میکنیم و موضوع مهم است. از او خاطر صورت به نام مطففین یاد کرده. این صورت 86م صورت است در نزول خود که قبل از سوره بقره و بعد از سوره عنکبوت نازل شده. صورت مکی است. از او خاطر تمرکزش سر اینمی مسائل قیامت است، به خاطر که مسائل قیامت رول مهم در تربیت انسان داره. دایی که انسان باید چی کارهای در دنیا انجام بده، از او خاطر این حالتا بار بار تکرار میشه. خصوصا کسانی که نقصان میکنه، حق کسی را پوره ادا نمیکنه، در موردی از الله تبارک و تعالی اینجا زیاد بحث میکنه. ارتباطی صورت قتی ما قبل اونجا الله زجر داد، تهدید کرد که شما چرا فرفته میشه به کرم الله، لیکن اصلی واقعیت کرم الله هم نیست. اصلی واقعیت ایست که شما در روز جزا عقیده نداره. از او خاطر میگه آزاد زندگی کنیم، هر چیزی که خواهش ماست او به دست بیاریم و کسی از ما حساب و کتاب نگیره. در اینجا الله زجر به ندادن حق به طریق کامل است. کسی که حق پوره تسلیم نمیکنه، اگه حق الله است، اگه حق مخلوق الله زجر بیده. چرا؟ خود برای خود نمیخوای که حق کم شوه، اما بر مردم دیگه حق کم میدی. از امو خاطر است که قرآن کریم اینجا یک درس خیلی مؤثر و بلیغ میده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنم به نام الله که به اندازه مهربان نهایت رحم کننده است. ویل للمطففین. بربادی و هلاکت باشه یا وای بر حال او کسایی که کم دهندگان است، کم کنندگان است. اینا وای به حال او کسا الذین تشریح میکنه کسانی که زکتال وقتی که میستانن از مردم، میگیرن از مردم، علی الناس از بالای مردم، یستوفون از خود پوره میگیرن، لیکن و اذا کالوهم وقتی که بر ازوا پیمانه میکنن میدهند، او وزنوهم یا است که طول میکنه، یخسرون کم میده. وقتی که به مردم دیگه میده کم میده، وقتی از مردم دیگه میگیرن پوره میگیرن. عجیب است. الا یظن، آیا گمان نمیکنه؟ اینجا گمان به معنای باور است. آیا باور نمیکنه اولئک همی گروه انهم مبعوثون که یا زنده کرده میشه در روز قیامت؟ الله اکبر. نکته بسیار تکان دهنده است. در مورد هر گناه، در هر عمل فقط همی قدر گپ کفایت میکنه. آیا ای آدم باور نداره که زنده کرده میشه؟ الله تبارک و تعالی حساب و کتاب قطش میکنه تا کی ظلم، بیدادگری، ناروا، ای گناه، ای نعوذ بالله تکبر، غرور، ای سرکشی، طغیان، تا کی؟ آیا باور نداره که زنده کرده میشه؟ الله در پیش رو قرار میده، سوال از پیش میکنه بندی کی بودی؟ کجا رفته بودی؟ بری تو راه های حق نشان نداده بودیم؟ خو اینجا یک نکته خیلی موثر دیگه است. قرآن همیشه از او تو راههای به انسان وعظ میکنه که بالکل انسان دیگه مجال نداره، مجال نداره که شور بخوره و جواب ارائه بکنه برش. بالکل. چرا؟ به خاطر که وجدان خودت محکمه قرار میده و توسط وجدان خودت تو را ملامت میکنه. چی برات میگه؟ تو را آدم وقتی از مردم میگیری مکمل پوره میگیری، 1 روپیه تا 1 دانه تا به کسی نمیگذاری، لیکن وقتی به مردم میدی تو میگیری کم میدی. آیا چطور وجدان است؟ 1 دانه را به خود به خساره قائل نیستی، به مردم دیگر را چطور خساره قائل هستی؟ این موضوع است که در قرآن کریم بار بار بر ما میگه ولا تقتلوا انفسکم، نفسای خود قتل نکنی. نفس خود کس قتل میکنه؟ نفس برادری تا چیزی که به برادریت به نفس خود خوش نداری به برادر خوش نکو. عین النفس تو واری است. اینی را میگه وجدان خود محکمه قرار دادن و بعد از او فیصله کردن. ما خوش دارم که خوب لباس خوب داشته باشم، دیگه کسام خوش داره لباس خوب. ما خوش دارم در ملکت ما کسی ادنا تجاوز نکنه. یک راشپیل برفی بام خدا در بام من نندازه، تو ننداز دیگه. او که خوش، تو خود خوش داری که نندازه، دیگه کسم همی رقم خوش داره. دیگه کسم همی همیشه در مواقع ضرر خود در جای آدمی متضرر قرار بده که چه حالت برات پیش میشه.
قطع تو دختریت، همشیریت، زنیت، مادرت قطع باشه، یک آدم همینطور گپی پوچ بزنه غیرت در جوش میاد یا نمیاد؟ قطع کسی دیگر اینمی رقم زن باشه، خانما باشه، گپی پوچ باید از دانت نبره. ما ایره بار باری گپا را میگیم. او دریور روزی که زنی خدا، همشیری خدا، مادری خدا قطع خود میبری، سواری رم بالا نمیکنی، همی قدر بد میدانی. اگر سواری خیلی زیاد هم باشه، نیازم داشته باشه، دست برد میگیره، هنوزم پچق میکنی. معنای ازیره داره که ما خانمای خدا بالا کرده، نمیخواهیم که حتی یک فرد بیگانه در موتر بالا شوه. در روزی که خواهرها و خانمای برادرای مسلمانی است، چرا تو 10 دانه شیشه را در سیتیت لگانده او عکسای غلط اونجا چسبانده و کسټای غلط اونجا مانده او میگذاری؟ تو مسلمان هستی؟ احساس داری؟ این را یاد داشته باشی. این تعلیم اسلام است. جوان آمده در پیش پیغمبر علیه السلام گفت یا رسول الله ما توان ندارم دیگه، طاقتم نمیشه، زنا میکنم. او هیجانی شده، آدم است، این گپا را میزنه. علی ببینی که پیغمبر که جامع حکمت است چی رقم سخن برش میگه، در مقابلش قار نمیشه که تو جوان آمده در پیش پیغمبری تو گپا را میزنی. 4 نفر دیگه با پیش ما تو بگه دستی شروع میکنیم حواله میکنیم در رویش که تو زنا میکنی، ماندنیت نیستیم. پیغمبری تو نمیگه. پیغمبر میدانه انسان چی تقاضاهای داره، انسان ها خواهشات متنوع داره، لیکن جواب این انسان به کدام شکل و سیستم پیش کنیم که انسان بالکل دیگه خودش خود ملامت بکنه. پیغمبر علیه السلام برش میگه که آیا خواهر داری؟ مادر داری؟ گفت بله یا رسول الله. گفت تو خوش داری که با خواهرت کسی عمل زنا انجام بده؟ با مادرت؟ گفت یا رسول الله قطعا نه. پیغمبر علیه السلام گفت هر کس خوش داره که با مادر و خواهرش کسی طور عمل انجام نده. جوان امونجا قسم یاد کرد که دیگه ما گاهی هم نظری بد نمی کنم تا که حیات باقی است. این دیگر رقم درسا بود. این درسی است که هر وقت خود در جای قرار بده که او متضرر است. در جای قرار بده. تو خوش نداری یک روپا نقص ببینی، یک روپا کسی تو را فریب نده، مردم هم فریب نده. اگر یک روپا تو را فریب میده چقدر قارت میاد؟ تو خود نافام فکر میکنی او را فامیده، ولی فامیده تو را یک روپا فریب داده قارت برش میاد. اینمی رقم نفری نافام دیگر هم تو فریب نده. بس امی یک کلمات پیغمبر بر انسان در کل عمرش، در کل زندگیش چی میکنه؟ بگه کفایت میکنه. پیشتر در اولی ترجمه ما گفتیم که یک دانه مچم آلی ثبت کردنی از یکی از خواهرها را کسی گرفته. امی خواهر که گرفته یا امی برادری که گرفته باید امی قدر فکر بکنه که از ما باشه، خصوصا مربوطی خودم باشه و کسی دیگری بگیره چقدر دلت جریحه دار میشه. قرآن امی در ساره بر ما میگه. چرا الله تبارک و تعالی این نکته را چرا عظیم گرفته که ویل للمطففین، کسایی کم ستان است، فساد در روی زمین منتشر میشه. فساد در روی زمین چرا فساد منتشر؟ یک نفر کم میده بس فساد منتشر میشه؟ بله. زمانی که مراجع تو را دید که تو کم میدی، مراجعم در مقابلت کاری دیگه میکنه، او هم باز میگیره خراب برد میاره، چیزی را که مخلوط میسازه که اصل نباشه. امروز کل ساخت و باخت دنیا به می سیستم است یا نه؟ کریتا پس میکنی بالا یک رقم کینوس که پرسان نکو، لیکن وقتی که چپا میکنی سر بطارق میکنی در زیر کینوی است که قطعا خورده نمیشه. زردالو به می سیستم است، سیب به می سیستم است، مکمل آلی خو امی کل کری چوبی دستکه که میبینی روی سعی میکنی که این الف وار مستقیم چوب است. کری را که برات داد بیستانه، وقتی در زمین انداختی در بینش آنقدر کرمی و کج است که هیچ دلت نمیشه که آلی ورداریشه. همین طور است یا نیست؟ اینی حالت هاست. این حالت ها باعث ازی میشه که هر کس تلاش میکنه که در حق دیگه چی بکنه؟ خیانت بکنه. نعوذ بالله. اینی گپاسته. آلی خویی گپا در حد رسیده که هیچ چیز باقی نمانده. بندل پیسرم که ببینی که در مابینش کدام نمبر بدلا را تیر کرده و نکرده، همون رقم حالت است. اینی گپاسته. کل اعتماد از بین رفته، مکمل.
اعتماد از بین میره، فساد خود به خود شایع میشه. خود به خود اعتماد که از بین رفت، فساد شایع است. تو نمیتونی اعتماد بکنی. چرا که نعوذ بالله کاری را میکنه که در حقت خیانت، چشمی تکور میکنه اکثری مردم ها. امیالی یک دریور امیم صبح که قطعش آمدم، گفت مولی صاحب یک کسی را خواب آدمی ورزیده، تلفن برش می آمد، گپای کلان کلان میگفت در فلان جای میرم. در بهارستان رسیدیم، گفت مرا گفت که امو قطی بوتلی دوارم برام نشان داد که اینجا یک دواخانه است، امی دوار از پیش، تو فقط 2 دقیقه اینجا انتظار شو، اصلا خود دیگه جای میرفتیم طرف تایمنی. گفت ما چقدر مسلمان آدم، گفتم خیلی گپ نمیکنه. اون نفر رفت، ولی من 1 ساعت استاد شدم چی نبود. عجیب گپ است، عجیب حالت است. اینا مردم خود به خود فساد. عالی که این گپ شد، دریورم میگه نه اول خیر پیسه تا بده، باز بعد از تا شو، بعد از اگر میای اگر نمیای فکرت است اعتماد از بین میره. این حالت است یکی به دیگه هوشیار میشه. باز این هوشیاری سبب بدبختی مردم است. چی رقم هوشیاری است؟ هوشیاری برای جیب زدن میشه که ما از این چی رقم بپرانم، او از این چی رقم بپرانه. قرآن کریم در اینجا هلاکت بیان کرده. خود تطفیف تنها در این مسئله طول نیست. اینجا در متوففین تمام احکام الله امانت است، ما باید او را پورا ادا کنیم. در نماز که ادنا خیانت کردیم تطفیف کردیم، در جماعت نماز نخواندی تطفیف کردی، با وجه درست نخواندی، رعایت سنت نکردی، رعایت خشوع نکردی، تطفیف کردی. در حقوق الله هم تطفیف میه، در حقوق بندگان الله هم چی میه؟ تطفیف میه. از همون خاطر در هر چیزی که در ذمت واجب است که او را بپردازی، اگر به مو کیفیت، به مو صفات، به مو شرایط او را ادا نمی کنی، اون را به نام چی یاد میکنه؟ بگه تطفیف یاد میکنه. و این آیت شامل کلی ازوا میشه. الله تبارک و تعالی در این جمعی گپ میگه. در یک حدیثی که پیغمبر علیه الصلاه و السلام میفرمه 5 چیز میگه در مقابل 5 چیز حتما واقع شدنی است. اگر کسی زمانی که حکومت نقض تعهدات بکنه، تعهدات خود پورا نمیکنه، وفا سرش نمیکنه، الله دشمن سرش می غالب میسازه، تسلط دشمن سرش ثابت میکنه. دوم چیز پیغمبر علیه السلام گفته اگر عمل به قانون یا الله نکنیم، فیصله را به قانون یا الله نکنیم، یعنی کتاب الله و سنت رسول الله را حکم قرار ندیم، میگه فقر و احتیاجی مردم زیاد میشه. سوم چیز پیغمبر علیه السلام گفته اگر بی حیایی و زنا زیاد شوه، دیگه در اونجا امراض وبایی یعنی که هلاک کننده است او خیلی زیاد میشه. چهارم چیز کسی که در پیمانه و دینمی طول کمی میکنه، الله تبارک و تعالی میگه قحط مسلط میکنه. پنجمش هم کسی که زکات ادا نمیکنه، پیغمبر علیه السلام میگه که بارانا را دیگه الله منع میکنه که برای مردم راحت نباشه. این 5 چیز در حدیث هم به این سیستم گفته. خود جواب کلی همی گناه ها چیسته؟ الا یظن اولئک، آیا باور نمیکنه اولئک اینمی گروه انهم مبعوثون، کیا زنده کرده میشوند پیش الله تبارک و تعالی؟ چطور حق خدا پورا گرفته رایی بودی و حق مردم تو کم میدادی؟ البته اینجا حق پورا گرفتن گناه نیست، یعنی این را به خاطر عزیز ذکر کرد که حق خدا پورا میگیری اما از دیگر پورا نمیدی. این به مقایسه ازی پورا ندادن قابل مذمت است که الله ای را بیان کرده. لیوم عظیم، در روزی که خیلی بزرگ است. یوم یقوم الناس، در روزی که استاده میشوند مردم. لرب العالمین، در پیش پروردگار مالک متصرف کل مخلوقات. اونجا استاد میشی، الله از پیشت سوال میکنه. کلا نیست، هرگز گمان نشوه. اگر کسی گمان میکنه که تو روز آمدنی نیست، بالکل این روز آمدنی است و تو گمانای غلط نکنی. این کتاب الفجار، یقینا نامه اعمال، لفی سجین، در سجین است. سجین یک مقام برای روح کافرا و همچنان چیست اعمال نامه و دفتر اعمالشان هم است که او در پایین ترین قعر جهنم در 7م طبقه است، در اونجاست. این سجین میگه، یعنی کتاب الفجار لفی سجین. مراد از کتاب دفتر اعمال شد از فجار، مردمایی که بدکار است، خصوصا او فجاری که بالکل از عقیده فجور کرده، نافرمانی کرده که وا کفار است، دست جین است. یکی این در صورتی که کتاب عبارت از دفتر اعمال بگیریم. خو لیکن مراد از کتاب الفجار، کتاب به معنی حکم و فیصله بعضی مفسرین گرفته. این کتاب الفجار، یقینا فیصله و حکم کسانی که در مورد فجار صادر شده، لفی سجین، و در سجین است، تا ترین طبقه جهنم، یعنی جایی که در اونجا عذاب الله است.
و ما ادراک ما سجین، خودش معرفی میکنه چی چیز تو را دانانده که چیست سجین؟ کتاب مرقوم، فیصله نوشته شده است. یک مانا یا دفتر نشانی شده است، بالکل دفتر در اونجا نشانی شده که از کافر و نافرمان است. ویل یومئذ للمکذبین، بربادی و هلاکت باشد در روز برای کسانی که تکذیب کرده بودند. همچو حالتا را، همچو روزا را در موردش تیاری و آمادگی نگرفته بودند، بلکه خلاف کارا کرده بودند. الذین مردما یکذبون بیوم الدین، که تکذیب میکردن روز جزا را. خدا آزاد میپنداشتن که ما هیچ کسی از پیش ما حساب و کتاب نمیگیره، از امو خاطر هر قسم اعمال ناشایسته را در دنیا انجام میداد. از او معلوم میشه اصل عامل تمام کارهای بدبخت و کارهای غلط امیسته که انسان خدا در مورد محاسبه قرار نمیده، فکر میکنه قطمه حساب و کتاب نمیشه. و ما یکذب به، تکذیب نمیکنه این روزی جزا را، الا کل معتد، مگر هر تجاوزگر، اثیم که مکمل گناهگار است. معتد است، تجاوز بالای حقوق مردم میکنه، اثیم گناهگار در حقوق الله. دو ترجمه، کل معتد، هر تجاوزگر، اثیم و کسایی که خواهشات خدا بند نمیکنه، کنترل نمیکنه. اثیم که روح گناه را داره. روح گناهگار چطور داره؟ فکر میکنه که ما بالکل سر ما حساب و کتاب زنده شدن نیست، از او خاطر دنبال هوا و هوس خود میگرده. اذا تطلع علیه آیاتنا، وقتی که تلاوت کرده میشه بالایشان دلایل بحث بعد الموت، زنده شدن، حساب و کتاب، قال میگه اساطیر الاولین، سخنای اساطیر، اسطوره ها، قصه های مردم های سابقه است. بنیاد نداره، اساس نداره، سابقا هم همینطور گفته بود. این سخنی است که در هر زمان به پیغمبرها همینطور میگه. پدر و مادرم که به اولاد خود نصیحت میکنه که بخی نماز بخوان که باز جهنم در پیشیت است، بعد اولادش چی میگه؟ این قصه های سابقه است، کونه فکر است. اونو طور گپا میگفت. کلا، نه چنین نیست که مردم ها در ای آیاتی ما الله میگه شک میکنه، نعوذ بالله شبهه میکنه، او در کثرت گناه ها رو آورده، نعوذ بالله. کلا، ای طور نیست، بل ران علی قلوبهم، اصلی سخن است که زنگ بسته، علی قلوبهم، بالای دلهایشان. امو استعدادی که برای قبول کردن حق بود امو از بین رفته، امو صفایی مکمل زنگ گرفته، فاسد شده. ما کانو آن چیزی را یکسبونه که یا کسب میکنه. قرآن چقدر نقطه دقیق بیان میکنه. اصلی گپ که یا اینطور گپا را، نصیحت ها را، چیزایی که آیات بیدار کننده قرآن کریم اساطیر الاولین میگه، به خاطر ازی میگه که ما آزاد باشیم، کسی ما را ملامت نکنه، بگویه که حساب و کتاب نیست، اینمی دنیاست هر چیزی که ما میکنیم. خو الله میگه اصل گپ اینطور نیست، بلکه قلبشان زنگ گرفته. زنگ در چیزای نفیس قیمت بها میچسبه، تا ای که او چیز مکمل فاسد میکنه، اهمیتش از بین میبره. انسان الله تبارک و تعالی قابلیت داده، استعداد داده، قلب صفا داده. از همون خاطر وقتی که با آیات قرآن گوش نگیره، او زنگ گرفته تا ای که خودی از او را مکمل فاسد میکنه، که فاسد کرد باز گناه را ثواب میدانه، سری از او فخر میکنه، او را به بسیار دلاوری و جرأت انجام میده. دنیای کفر همینطور شده. اونجا همین مفاسد نعوذ بالله اخلاقی در حد رسیده که او را چی میکنن؟ در تلویزیونا فیلمایش میگیره و کارهای غلطه در اونمو سرحد میرسه که او را گناه نمیشماره، او را فساد اخلاقی نمیگه، او را بگه نقطه پیشرفت و ترقی خود میداره. امروز دنیای غرب در فحاشی و عیاشی خود در حد رسیده که با حیوانات نکاح میشه، او را به فیلمگیری میکنه و توزیع میکنه. یه اونمو گپی است، اونمو نقطه است که سر قلبشان زنگ آمده، آلی امو گناه را و ثواب و عمل خوب میدانه. انسان در این نقطه که برسه باز دیگه هیچ راهی برای فهمی از او و هیچ راهی برای توبه و از او باقی نمیمانه. از امو خاطر است یک حدیث پیغمبر علیه السلام میفرما انسان که وقتی گناه بکنه یک نقطه سیاه در قلبش مانده میشه. یعنی پیغمبر علیه السلام تشبیه میده که در وجود انسان یک قوتی است، یک چیزی که مثل سفید واری است موجود است. اونمو چیزی سفید در وجودی تو یکی از جمله ذرایع پذیرش پند و نصیحت و گپا است. زمانی که کسی گناه میکنه یک نقطه سیاه در اونجا پیدا میشه، اگر توبه کردی امو داغ سیاه از بین میره، اگر نکردی او مثل زنگی که دا این چسبیده اینمی رقم میچسبه، باز که دیگه گناه کردی زیاد شده
در سرحدی میرسی که امو سفیدی مکمل از بین میره، یعنی مکمل او را زنگ میگیره. اینی حالتی ختم برش میگیم که ختم الله علی قلوبهم، تبعد قرآن کریم هم برش گفته شده یکی و فتوبع علی قلوبهم، مهر مانده شده. انسان الله عزوجل امی استعداد داده که در یک وقت نه در یک وقت خامخا پند میپذیره، دلیل تفکر میکنه و گناه برش بسیار چیزی منفور معلوم میشه. اما انسان وقتی گناه ها را عادت شوه در سر حد میرسه که گناه برش نفرت، هیچ از گناه نفرت نداره، بلکه او را اصلی کار میدانه و او را دفاع از پیش میکنه و او را کاری خوب میگه. از امو خاطر است که حالی گناه ها یکمی عام میشه، مردم او را گناه نمیدانه. موسیقی عام است، مردم برش گناه میگه. در مجلس توی کلگی امی متقیا نشسته می باشه، ساز شروع می باشه، هیچی را گناه نمیدانه. در موتر بالا میشی گناه نمیدانه، در هتل بالا میشی گناه نمیدانه. چرا؟ عام است. امروز سود هم امی قسم عام شده، مردمی را گناه بگه نمیدانه. بی حیایی و عیاشی عام شده، مردم برش چی نمیگه؟ گناه نمیگه. قمار عام شده، مردم برش بگه گناه نمیگه. ترک کردن نماز عام شده، مردم برش گناه نمیگه. از همون خاطر اینمی اعمال ناشایسته در یک زمانی بود که مردم از پیش نفرت میکرد، آلی را افتخار میدانه نمیدانه. این یک روز تبدیل میشه، از این دفاع میکنه. یک مثال براتون میگم. بی حجابی آلی عام شده. اگر در یک منطقه دیهات بره، اگر یک دختر یک پتلون پوشید، با سعی میکنه که چقدر در اونجا او در او قریه زندگی میتونه یا نمیتونه. لیکن در کابل آلی در سرحدی رسیده که نه، اگر دختری کسی در توی رفت و خوب لباس نیمقوله نداشت و هیچ قدر و قیمت نداره. در کجا بدل شده میگه پا؟ به چی تبدیل شد؟ به می تبدیل شده یا نشده؟ که ایره مایه ترقی و مایه پیشرفت و مایه افتخاری خود میدانه، او خود کلان میتراشه. این همی بدبختی هاست. گناه همیطور حالت سر انسان میاره که از اول تو نفرت قطش میکنی، خو یک کمی که دش عمل کردی داخل شدی، بازی را کم 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 در سرحدی تو را میرسانه که از همی گناه خود دفاع هم میکنی. امروز جنایت های دنیای غرب ببینی در مقابل ممالک مستضعف، امو گناه های خود توجیه میکنه یا نه؟ او را اصل عدالت میپنداره. امروز در افغانستان بمبارد عدالت است. امروز در افغانستان مردم کشتن، ای چی است؟ بگه دفاع از حقوق بشر است. چرا گناه را باز گناه نمیگه؟ قرآن امی گپا را برای ما گفته رایسته اینجا. بل کلا نیست ایتر بل ران علی قلوبهم، بلکه زنگ بسته بالای دلهایشان ما آن چیزی را کانو که بودن یک سبون او را کسب میکردن. اعمال ناشایسته از یا زنگه سری قلبی از یا بسته کرده، قلبی از یا آماده پذیرشی هیچ نوع نصیحت و پند نیست. کلا نیستی ترگب، یعنی گمان نکنه که تو روز آمدنی نیست. انهم عن ربهم یومئذ، یقینا مردم از پروردگارشان یومئذ دی تو روز لمحجوبون، در پرده هستن. کلا نه طور نیست که مردم گمان داره گناه ها را مسلسل کرده رایستن، میگن که باز خاص نیست یا این گناه ها مایه افتخاری ماست. الله میگه این نامی مردم عن ربهم از پروردگارشان یومئذ دی تو روز لمحجوبون، در حجاب می باشن، یعنی ممنوع می باشن. دو توجیه داره. در روز آخرت بهترین نعمت برای مؤمنان همیسته که دیدار الله تبارک و تعالی نصیبشان میشه. لیکن اینطور مردمایی که کلی عمر در گناه مستغرق تیر کردن، از این دیدار الله تبارک و تعالی بالکل ممنوع هستند. این دیدار الله نصیبشان نمیکنه. یک ترجمه است. دوم ترجمه کلا نه اینهم مردم عن ربهم از پروردگارشان، از صفات پروردگار خود یومئذ در روز لمحجوبون، در حجاب و پرده هستند. نمیدانند صفات الله تبارک و تعالی را در دنیا که ما الله را صفاتش عقیده نداره که مانع گناه شوه. از همون خاطر الله را فراموش کرده، غافل شده، هر رقم گناه میکنه و گناه را توجیه هم میگه، افتخارم سرش میکنه. این مردم ها از صفات الله تبارک و تعالی در پرده هستند، درک نمیکنه. ثم انهم یقینا بعد از این مردم ها لصال الجحیم، در آیندگان هستند در جهنم. ثم یقال بعد از او گفته میشه هذا الذی، برشان گفته میشه یونمو عذابی از کنتم به، که شما بوده به او عذاب تکذبون، نسبت دروغ میکرده که نمیایی تو عذاب. کلا هرگز طور نیست، انجام کافر و مؤمن یکسان نیست. کسی که گمان داره که کافر و مؤمن یک رقم است، نه. این کتاب الابرار، یقینا دفتر اعمال مردمان نیک،
لفی علیین، او در علیین قرار داره. و ما ادراک ما علیون، چی چیز تو را دانانده که علیون کدام مقام است؟ کتاب مرقوم، نوشته است که رقم زده شده، نشانی شده. یشهده المقربون، که مشاهده میکنه او را مردمایی که خیلی نزدیک در پیش الله تبارک و تعالی است، یعنی ملائک او را مشاهده میکنه. دفتر اعمال مؤمنات در علیین است، یعنی در مقام خیلی بالای آسمان هاست، در اونجا می باشه. یک ترجمه است. دوم، کتاب مرقوم، علیون فیصله است، مرقوم که نوشته شده، ثبت کرده شده است. یشهده المقربون، که مشاهده میکنه همون مردمایی که به الله پیش هستند، یعنی اعمال نیک انجام داده، دستورات الله را عمل کرده، او فیصله در مورد ازوا در علیین شده. ان الابرار لفی نعیم، یقینا مردمای نیک در نعمت است. علی الارائک، که بالای تخت ها، ینظرون، یکی دیگه خدا نظاره میکنن، میبینن. تعرف فی وجوههم، تو میشناسی در سیمایشان، نظرت النعیم، تازگی نعمت ها را. کدام نعمت هایی که برش حاصل است، از او خوشحالی و تازگی که حاصل میشه بالکل تو مشاهده میکنی. یسقون من رحیق مختوم، نوشانده میشه و برشان من رحیق مختوم، از شرابی که مکمل مهر زده شده است. در اصطلاح عامکی ما سرغوچ است، سرغوچ، لا کمور که برش میگیم. ختامه، مهرش یا ملاکش مسکن، مشک است. یعنی عوضی در سابق که بود گل میزدن سری قوطی، به خاطر که او را کسی پس نکنه تا که در جایگاه خود برسه. اونجا در قیامت اینطور گل نیست. یا آلی در دنیا سری قوطی ها شرش الفی وار اینطور بعضی موادا را میزنه، لیکن در قیامت که است ختامه، مهرش امولاکش مسکن، مشک است. با مجرد که او را میکنی یک دم خوشبویی است. و فی ذالک، در تمام نعمتا، یعنی در مورد حاصل کردن تمام نعمتا، فلیتنافس المتنافسون، باید رغبت بکنه، پیش دستی بکنه متنافسون، میل کننده ها، کسایی که میل و رغبت داره در همچون نعمتا باید رغبت بکنه. قرآن کریم در اینجا درس دیگه بر ما میده. بله دنیا محل پیدا کردن و حاصل کردن است. چقدر خوب درس عظیم است. دنیا بود الله تبارک و تعالی به ما پیدا کرده بود، اختیار پیش تو بود، کاسب تو بودی که گناه میکردی یا نیکی میکردی، خود در جمله ابرار شامل میکردی یا در جمله فجار، کاری تو بود. آیا عملنامه در جمله ابرار نوشته میشد یا در جمله فجار نوشته میشد؟ در پیش خودت بود، سرنوشت خودت، امرای خودت هستی. در کدام مورد باید تو مسابقه بکنی، پیش دستی بکنی، میل و رغبت داشته باشی؟ قرآن میگه و فی ذالک، دینمی طور نعمتا، روزی که الله بری تو تازگی و دیدار خدا نصیب میکنه، روزی که از شرابی که رو مهر لاک شده می باشه و مهرش مس می باشه، بینمی طور چیزا تو باید رغبت و میل بکنی او دو پیش دستی بکنی، این را حاصل بکنی. از او خاطر بر انسان الله درس داد که دنیا محل اختیار است. برای تو اختیار داده شده که کدام میدان تو بازی میکنی، کدام طرف حرکت میکنی، چی کمایی میکنی. نکو خود غرق در گناه ها، نعوذ بالله، در خواهشات نفسانی و در نعوذ بالله هوا پرستی خود غرق نکو، بلکه دستورات الله را در نظر بگی، مطابق از زندگی بکو. چرا که اینطور نعمتها را الله بری تو میده. قرآن کریم در اینجا دعوت به این داده که در اینطور نعمتها انسان باید میل و رغبت بکنه. او نعمتهایی که بالکل جاودان است، حقیقت است، نعمت حقیقی است. نعمتهای دنیا یا آن چیزی که نفس خواهش از او را داره و زودگذر است، موقت است، او واقعا نعمت نیست، بلکه او زحمت بر انسان جور میشه. بالعکس اونجا باز الله تبارک و تعالی از پیش انسان سوال میکنه. و مزاجه من تسنیم، آمیزش اینمی شراب من تسنیم است. تسنیم است. تسنیم چیست؟ عینا، چشمه است، یشرب بها المقربون، که می نوشانده میشد بها توسط این چشمه المقربون، مردمای نزدیک به بارگاه الله تبارک و تعالی. به بارگاه الله کسانی نزدیک است که دستورات الله را عملی کرده. چرا؟ واباس خیلی محترم است، پیشتاز است پیش الله تبارک و تعالی که مطابق قانون الله در دنیا زندگی کرده. ان الذين اجرموا، یقینا کسانی که مرتکب جرم شدن، کانوا بودن من الذين آمنوا، بالای کسانی که ایمان آوردن، یضحکون، نعوذ بالله سبک میشوردن، خنده میکردن، سرشان مسخره میکردن. در اینجا الله صحنه از چیرا دنیا را در دعوتگرا و کسایی که مخالف از واسطه او صحنه را میکشانه که وا چی میکنه.
اول مردمایی که دعوت دین میده، مسائل دین محکم میگیره، مردمای مجرم و مردمایی که نعوذ بالله پابند احکام الله نیست، و سری طور مردما ریشخند میزنه، خنده سرش میکنه. چرا؟ در نظرشان سبک نمایان میشه که مردما چیزی را نمیفهمه. امروز مردم مادیات پرست همیشه مردمایی که اینمی قسم پشت دین میگرده و نصیحت برش میکنه که بیا نماز بخون، بیا روزه بگی، او مردم خنده میکنه نعوذ بالله. یکی و اذا مروا بهم یتغامزون، وقتی که تیر میشه بالایشان، یتغامزون چشمک میزنه، یعنی اشاره تحقیرآمیز یکی به دیگه خود میکنه که اینمی مردم هسته. تشریح میکنم. و اذا انقلبوا، در آن وقتی که باز میگردن الی اهلهم، به سوی خانه ها و اهلشان، انقلبوا باز میگردن، فکهین خیلی شادان، خیلی خوش. و اذا رأوهم، وقتی که میبینه مسلمانا را، دعوتگرا را، قول میگه ان هؤلاء لضالون، این مردم ها خیلی گمراه هستن. الله میگه و ما ارسلوا علیهم حافظین، فرستادن نشده علیهم بالای مؤمنا حافظین، که یا نگهبانی بکنه این مؤمنا را که کدام عمل میکنه یا کدام نمیکنه، یا را چی بودن. این مردم ها خود دنیای کارا را کرد. فالیوم الذین آمنوا، پس امروز کسانی که مؤمن هستند، من الکفار، بالای کفار، یضحکون، خنده میکنه. الله انتقام میگیره در روز قیامت که همون حالاتی را کفار بالای مؤمنا کرده، اونجا مؤمنا الله تبارک و تعالی برش موقع میده که بالای کفار همین قسم خنده بکنه. در اینجا الله تبارک و تعالی برنامه دعوتگرا را امرای مخالفین ذکر میکنه. مخالفین چی میکنه در مقابل دعوتگرا؟ دعوتگر همیشه خیلی دلسوز است، حالات از واره مشاهده میکنه، بسیار دلش تنگ میشه که اینی برادر ما نعوذ بالله هلاک میشه، اگر اینمی کارا را ادامه بده این شاید انجامش خوب نباشه. مثل که حال شما بسیار دلسوزی داره که همین امت عقیده توحید الله را بشناسه، به خاطری که یک روز از دنیا میره و همین عقیده غلط داشته باشه. شرکی طور عقیده است که کل اعمال نیکش از بین میبره، آینده هم شفاعت برشان نصیب نمیشه. از همون خاطر کلانترین بدبختی برای یک انسان امیسته که از دنیا در حالت شرک بمونه. از ما تلاش ما این به می خاطر است که مسلمانای ما عقیده توحید الله را خوب یاد بگیره و اینطور نشوه که نعوذ بالله سبب بدبختیشان شود دمی عقیده شرک بره. اینی قسم احساس هر دعوتگر در هر زمان داره، تلاش میکنه برادر مسلمان خدا از اونمو حالتی که این مشاهده کرده که یک تیکه جهنم است از امو حالت بکشانه، لیکن او در مقابل نه تنها که این گپیش نمیپذیره بلکه ریشخندام میزنه. اگر شما فکر کرده باشی کسایی که معاش خیلی بلند داره در جاهای خیلی چی کار میکنه، وقتی که تو را دعوت بدی به سوی ترجمه قرآن کریم برات سرت خندم میکنه، میگه برو این ترجمه کاری بیکاراست، او تو برش یک نوع دیوانه معلوم میشی. چرا؟ میگه مردم در کدام مستوى رسید از ترقی و پیشرفت اوی رسایی که میگه باز میره کتاب کونی قرآن میخوانه. این گپا را باید بشنوی و شنیده باشه هم از یک عده مردم. اوی یک صحنه نیست که تن عالی باشه. در طول تاریخ که انبیاء علیهم السلام آمده در مقابل مخلصین و مؤمنای انبیاء علیهم السلام مردم مخالف ابی گپا را گفته. اول گپشان خنده است، ریشخند زدن است. البته اینجا چرا خنده میکنه و ریشخند میزنه؟ تو را در حالت ضعف دیده، نو آغاز دعوتی است، مردم قطعت یک جای استاد نیست، تو بسیار کمتوان معلوم میشی، از او خاطر ایره به باد مسخره میگیره، امی دعوتی تو را هم ناچیز میدانه، مثل که هیچ اهمیت برش نمیده که چی آدم است، کی پیدا شده، یک خنده میکنه. پس آنتر که یک چند نفر قطعی تو گروپ واره جور شوه، مردم نظریه تو را بپذیره، باز بعد از دوی مردم از یک مرحله در مرحله دیگه میره. و اذا مروا بهم یتغامزون، که تیر میشن آلی چشمک میزنه. دل و جماعت شما را که وقتی تیر میشن یکی در دیگه خود اینطور میکنه، اموسته. آلی شما کسایی که عقیده توحید پذیرفته و مردم دعوت به سوی عقیده توحید میده، عمل به سنت رسول الله میکنه، در مجلسا که تیر میشه امی مردم چی میگه؟ امواس آمده؟ نه، مراد از پیش چیست؟ به اصطلاح از یا وهابی، الکی وهابی است. حالا که شما هیچ وهابی را نمیشناسی، محمد ابن عبدالوهاب کی بود، نه تنظیمش هم میشناسی، کلی رابطه تان با قرآن با حدیث پیغمبر است، خوی مردم چشمک میزنه، اشاره میکنه، منظورشان از چشمک زدن شما را حقیر شمردن است. کی رسایی که یاره
یا طایفه خیلی حقیر است، بدبخت است، رفته. باز یکی دیگه خدا میگه افسوس افسوس، این بیادری ما رسایی که این قدر خوب آدم بود، حالی رفته و آبی شده. سابق قطمه و شما باز چی میگه؟ در قیتبازی قطمه نبود، در مجلس نبود، دو مجلس ساز، ایالی رفته مسجد ما کم گرفته. اینی ده طعنه میگه. این ده دوم مرحله است که کم مردم از امی طایفه پیدا شده. سوم مرحله ایسته و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فکهین. سوم مرحله مرحله کمکی برخورد است. این مرحله برخورد که تو شما را ببینه که چند نفر روان هستی، یک دم به پیشتان استاد میشه. شما کجا رفته بودی؟ شما چی نظریه میکنی؟ چرا این بی‌اتفاقی را انداخته؟ چرا اینطور است؟ مردم تحریک میکنه سرطان. وقتی که تحریک کرد، شما خو اینجا هر کس سرطان چی میکنه؟ چشما را میکشه. بسیار بیکس و بیکوی معلوم میشی، خصوصا در مسجد. عمل به سنت کرده باشی، باز چی میکنه؟ خندق کده، اینطوری قاقا خندق کده طرف خانه میرن. خب نکدیم شه، دگیری مردم دادیم شه، برای حالی دیگه اینطور شوه که پرسان نکو. بسیار خوش میباشن، به خاطر ازی خوش میباشن، نعوذ بالله، به خاطر ازی که آبروی تو را ریختانده، یا خوشحالی را به آبروریزی مسلمان میکنه. از امو خاطر است الله دور داشته باشه، الله تو مفکوره را به هیچ مسلمان نده. زمانی که امی مسلمان نماها در پیش کفار امی مسلمان ها را تعذیب و شکنجهش مشاهده میکنه، باز خندم میکنه. کسی که یاد کو میبرایه یا اینطور میکنه، دیدی زوره. اینی حالت اونجام میباشه، اونجام امی قسم حالت میباشه. یا خوش وقت در طرف خانه‌های خود میره که آبروی مسلمان را ریختاندیم، لیکن الله تبارک و تعالی چی میکنه؟ چی جوابی است؟ چهارم مرحله امو است که شما یک کمی مسجد پیدا کرده، دلیتان زیاد شده، آلی دیگه یک کمی یام شدت اختیار میکنه. باز چی میگه؟ و اذا رأوهم، وقتی که میبینه اینطور مردم ها را، قالو میگه این هؤلاء مردم ها لضالون، سخت گمراه مردم است، زورشان حالی نمیرسه، نه خنده میتونن نه چشمک زده میتونه. خب ما بین خود پرت چی میگه؟ بسیار گمراه مردم هستی. این مردم ها را میبین یا کلش وابی جور شده، زیارت من نکد، خیرات من نکد، اولیاء را قبول نداره، دعا را قبول نداره. از جان خود باز میگه. چرا اینطور میگه؟ به خاطری که دل خود قوی بسازه، نفر دیگر را مانع شوه. آلی دیگه اوتور اتهامات در جان تو میبنده که هیچ پرسان نکو، پیغمبر قبول نداره، یا چی میگن؟ قبر پیغمبر را یا ویران میکرد، خو نماندن جا. این گپا را باز پیش میکنه. به خاطر ازی که آلی تو را دیده که دل جور کرده، آلی او جرأت نداره که سر درشخند بزنه یا چشمک بزنه، نه، آلی فقط اینی کارا را کرده رویسته. خو الله تبارک و تعالی چی میگه؟ چی صحنه است؟ امروز همیطور حالت است. آلی مسلمانا را دنیای کفر معرفی نمیکنه که یا کلش تروریست است، یا کلش قاتلین است، یا کلش خشونتگرا علیه زن است، یا کلش پایمال کننده حقوق بشر است. همه روز از کل رسانه ها اینمی تبلیغات موجود است یا نه؟ در هر جای صحنه بدبختی و جنگ و جدل مسلمان ها را پیش کرده رایسته، به دنیا نشان میدن که اینی ثمره کی بگه نعوذ بالله اسلام. حالا که اسلام خیلی طور نیست، این ثمره اسلام نیست. از امو خاطر یا اینمی کار در دست گرفتن تا که مردم مانع شوند که در این دین داخل نشوه. خب قرآن فیصله میکنه و ما ارسلوا علیهم حافظین، روان کرده نشده بالای از یا حافظین، نگابانا که تمام اعمال از یا را مراقبت کنه. یکی دیگه خود چی میگه؟ خبر شدی امروز یک گپ دیگه از یا را بیبی، زنایشان در عیدی در نماز عید رفته بودن. باز که خبرشان باز میگه امروز یک گپ دیگه از یا را خبر شدی، یا بعد از رکوع دستا را بالا گرفتن. مچم چی میگه؟ کنوتی نازله میگه، چی میگه؟ این توری را گفتن. باز میگه خبر شدی؟ وی یا خود جمعه 4 رکعت سنت نخواندن، ما نگفتیم که کم کم دین یا اعلام میکنه. باز در دیگر جای در مجلس چی میگه؟ خبر شدی؟ سری جراب مسا کردن. اوه خبر شدی؟ ما خودم مسافری قطش بودم، یک سنت نخوان. اینی گپا را گفته رایسته یکی در دیگه خود. او به مردم عوام این گپا آنقدر بزرگ معلوم میشه که پرسان نکو. حالی کسی را بگوی که راستی سنت جمعه را آدم نخوانه، چقدر جرم است یا نیست؟ خو اینطور نمیگه، به مردم اینطور نمیگه که این مردم میگه که قبل از نماز فرض جمعه به نام سنت جمعه نماز وجود نداره، نفل است. هر قدر که مردم میخوانه
این گپ نمیزنه. چی میگن؟ از سنت جمعه منکر شدن. اینطور میگن. خبر شدی یا یک گپ دیگر کشیدن؟ حالی چی گپ را کشیدن؟ میگن که میلاد نیست. تو سعی کن یک روز داریم، همین یک روزی که پیغمبر تولد، همین تو بگو پیغمبر تولد شده خوشی کنیم یا نه؟ و باز میگه چرا نه؟ اینی مردم قبول نداره. اینا نمیگن اصلی واقعیت را. قرآن چی میگه؟ و ما ارسلوا علیهم حافظین، روان کردن شدن مردم بالای همی مؤمنای واقعی، حافظین نگابانا، یکی مراقبت کنه اعمال از یاره که ایره اینطور کرد اینطور خو نشده بودن. خو یا متوجه شماست، باز اصل حقیقت نمیگه، عکسی از او را بیان میکنم. فالیوم الذین آمنوا، امروز مؤمنا من الکفار، بالای کفار، یضحکون، خنده میکنه. یا بودن که دنیا را محکم گرفته بودن، میگفتن همین نظام است، همین قدرت و قوت است و این همین چیز است که به درد میخوره، لیکن اونجا میبینه که طرف جهنم روان است. الله میفرماید علی الارائک ینظرون، این مؤمنا بالای تختا بالکل یکی دیگر را میبینن، باز روی خوشی بحث میکنن، مجلس میکنن. هل ثوب الکفار، در بین خود میگن هل ثوب الکفار، آیا جزا داده شده به کفار ما از اعمالی که کانو بودن یفعلون، که انجام میدادن؟ یکی از دیگه خود مؤمنا سوال میکنه که آیا نتیجه اعمال خود دیدن یا نه؟ باز مؤمنا اونجا باز گفته میشه که بله، سعی کن نظر کو طرفی کی جهنم کی چه حالت است. یک ترجمه. دوم ترجمه هل ثوب الکفار، آیا جزا داده شد. اینجا آیا باز نه، حل به معنای قد است. قد ثوب الکفار، یقینا جزا داده شده به کفار ما در مقابل آن چیزی که کانو بودن یفعلون، انجام میدادن در دنیا در مقابل مؤمنا که یار حقیر میشمردن، نعوذ بالله. اونجا الله انتقام میگیره از یا عذاب الله تبارک و تعالی را برشان نصیب میکنه که یا این کارا را کرده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم. دعا بکنی که الله تبارک و تعالی مشکلات همه مسلمانان را حل بسازه. بسیار دوستا تقاضای دعا کرده الله مشکلات همه گیر حل بکنه. پروردگار مجاهدین مسلمان در هر جای کامیاب بسازه، دشمنایشان الله مقهور و مغلوب و رسوا و شرمنده بگردانه. مریضای مسلمانان را الله شفا بده، بندیای مسلمانان را الله آزاد کنه. الله تبارک و تعالی مرده های مسلمانان را مغفرت نصیب بکنه. الله ما و شما را توفیق خدمت دین نصیب بکنه. از هر قسم انحراف و بدبختی الله ما را نجات بده. در افغانستان دعا کنی که الله تبارک و تعالی مشکلات ها را دور بسازه. این صحنه تحکیم احکام الله تبارک و تعالی و نافذ کنه، جای نافذ شدن احکام الله تبارک و تعالی بگردانه. الله بدبختی های نفاق و شقاق از بین ببره. محبت و صمیمیت الله در قلب کل مردم مسلمان، خصوصا در مردم افغانستان نصیب بکنه. الله راه کتاب الله و سنت رسول الله را به طریق دائم نصیب ما بگردانه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.